چرا؟ بفرمایید. سلام خوش آمدید. خوش آمدید. مراجعه کننده شما بود؟ خب. من تکنیسیان. آها تکنیسیان اون هستین؟ بله. آها من آها بفهم بشین. خواهش می‌کنم. آزمایش چیزی بوده؟ خب بفرمایید بشین. ناشتایی؟ نه. یعنی چند ساعت؟ 8 یا 12؟ 10 ساعته. سابقه قند و اینا که نداری؟ هیچ. عورتون بالاست. آره نمک زیاد میخوری؟ نه. نوشیدنیای آره. یه ادرار هم قشنگ مشخصه که آره حالت شیرینیه، بوی شیرینی رو داره. چرا یه ذره آخه باید تست دهانی داریم، این تو علم جدید هست. آخه قشنگ چیز هم میده، بو کربوهیدرات میده، کربوهیدرات سراسر بو اسانس تو ادرارتونه. نه به خدا نخوردم. نه نمیخورین؟ بو آخه هست ولی اخیراً که خورد دیشب نرفتم داشت. از دیشب نرفتین کلیاتون از کار میفته. خب قشنگ طعم شیرینیش مشهوده. چیو؟ تست دهانی که تو آزمایش که طبیعی هستن. تکنیسیان مگه نیستین شما؟ تست دهانی که اوکی. اصلا شما بو کنید خودتون بو ادرار مشخصه قشنگ پر چیز یا کم چی خوردی؟ قشنگ شیرینه ادراره. نه خوردی؟ نه تست دهانی داریم. خود تو علم جدید داریم. خیلی بالاست. خیلی بالاست. چرا؟ فقط چای شیرین فرمودین خوردین و ما تست دهانی داریم اینجا. اوکی مشکل نداره. CBC هم آزمایش ندیدین اخیرا؟ CBC تون هم فکر میکنم بالا باشه. کلا قرار نمیرم. دور از نه. خب آخه این چیزایی که شما میخورین یکم خب نرماله، قشنگ مشخصه توی حتی مزه‌ش هم اصلا شما خودتون هم بو کنید مشخصه بوشو ببینید. مال خودتونه همون چیزایی که خورده. خب نه من که آزمایشگرم باید چیز نوشیدنی گازدار زیاد میل میکنم. اصلا هیچی کم خیلی کم. طعمش هم چیزه یعنی مشهوده کاملا. متورسانه تو فکر کنم ریتو زده. من طعمش هم خیلی به شیرینی زیاد مشهود میزنه اصلا. بکنی شما خودتون برای خودتون. نه نوشیدنی شکردا قشنگ مشهوده. قندتون CBC تون بالاست مشخصه. قشنگ اسانس توشه. خب من دیشب نرفت. خیلی مشخصه اصلا قندتون بالاست. چرا؟ چرا حالتون بده؟ قشنگ بالاست خیلی. من چون شاشفیتیشم قشنگ بالاست قندتون. فکر نکنم بدون امروز شما عمل کنی تو کام. قشنگ چیزست. نوشابه میشه نه؟ چی؟ نوشابه خوردین؟ این اصلا طعم نوشابه میده. از دیشب تا حالا مونده تو بدنتون ادرار نکرده بودین؟ نه تو علم جدید ثابت شده. آره از نظر نه اوکیه. مخصوصا که ترکیب علم و دوربین مخفی باعث میشه که شما راحت اتفاقو ببرید جلو.
یعنی چون ما داشتیم به نظر چیز علمی شغلی چیزی فلان مثلا نه ببین سیستم گوارش اینجوریه که میره اون تو بعد حالا من خودم تحصیل کرده تایلندم اما حسن رو میشناسین؟ اما حسن که تو مجازی معروفن آره ما با ایشون تحصیلمون تو تایلند بوده بعد اصلا حالا ما یه سری مدیتیشن خاص کردیم جذب نمیشه آدم معمولی شاید بخوره جذب بشه ولی برای ما جذب نمیشه میگم مخصوصا که دور مخفی باشه دیگه اصلا جذب نمیشه ببخشید این با بچه ها همه کرده اصلا آزمایش نکنم همه شلکی بود اونجا چند شد دیدین دوربینه یا ندیدید؟ نه میخوایم بشینید یه چیز بگم بیارم براتون یه چیز براتون میرم خب مجموع همه کنده دوربین مخفی میگیریم داشتیم شوخی میکردیم دیگه داشتیم تو آستانه حالت تهوع میرفتید که اونجا بچه ها تعویض کردن نمونه شما رو با آب میره اونجا ما دوربین ببخشید تو یه دست تکون میدی عزیزی مخلص ببخشید ما داریم دوربین مخفی میگیریم آره اتفاق مجموعه داریم شوخی میکنیم ببخشید تو خدا با تو شوخی کرد اونجا هم ما داشتیم فیلم میگرفتیم ببخشید خیلی عزیز همه چیزتون هم اوکیه هیچ چیزی نیست یه دست فقط تکون میدید برای دوربین عمل خوبی داشته باشیم خیلی عزیزی داشتیم با تو شوخی میکرد هیچ دکتر این کار نمیکنه ببخشید ما داره مجموعه دوربین مخفی تهیه میکنه اما خواسته ما داشتیم باهاتون شوخی میکردیم بگم چیزی براتون
میاره نبود به هم ریختیم. من خیلی شرمنده عذرخواهی میکنم. چند بارم گفتم تو جمله ها متوجه نشدیم ما داریم دوربین مخفی میگیریم. شوخی من میگم دوربین مخفیه حالتون بد شد. گفتی ما به اتفاق مجموعه داریم یه شوخی میکنیم قبل اینکه شما به اتاق عمل. بعد دیگه گفتم حالا بهتون بگم فداتون بشم ببخشید با تو شوخی کردیم. اونجا اون لای دستماله کجا گذاشتی؟ اونا سر لنزه رو نیم. زهره؟ نه تو کیفه خیلی اتاجی حالت بس شده بوده چک دکتر کساتی